بسم الله الرحمن الرحیم. امروز قانون یقه شکاری، یقه مردونه، اینا همه با همین قانون در آورده میشه. قد کت یا قد مانتو یا قد شمیز رو پیاده میکنیم. بعد از اون میایم چیکار میکنیم؟ 5 تا 7 سانتی متر، 4 تا 5 سانتی متر ببریم. سجاف رو تا میزنید خانم. یقه گرد سجاف جدا بود. یقه خش سجاف جدا بود. ولی این سجاف سر خودش کار میفته، یعنی کاملا باید چی بشه؟ سر خودش تا میخوره برمیگرده. وقتی که برگشت بعد قانون بالاتنه رو پیاده کنیم. 7 سانتی گردن، سرشانه به اضافه 2، شیب سرشانه 3، بلندی حلقه 18 الی 21. انتهای بلندی حلقه چی بود؟ 1/4 دور سینه به اضافه 4 میبودمش تا پایین. حد بالاتر می اومدن 2 سانت داخل میشد و به بلندی باسن میرسونن. بلندی باسن چند سانت بود؟ 18 الی 21. انتهای بلندی باسن 1/4 دور باسن به اضافه 4 بود. درسته؟ میرسونمش به اینجا و میرسونم تا کند بالاتنه یه جلو یا پاترون. اون قسمت برای اینه که تا بزنیم جا دکمه بزنیم. از این قسمت بلندی کارول بود. بلندی کارول رو پایین میاییم به همون 12 تا 14 سال بود. 1/2 کارول جلو به اضافه 2 رو علامت میزنیم. حالا هر کجا که افتاد، اینجا هر کجا که افتاد، از اینجا باید 12 تا 14 تا بکنیم. هر کجا که افتاد به این کارول رو علامت میزنیم. از شیب سرشانه به کارول و از کارول به حلقه رد میکنیم. متر اینجا میذارید 3 تا 5 سانت به صورت کج میذارید، بعد هلالش میکنید. پنسش هم که بهتون گفتم 10، 12، 14، بالا 14، پایین 16. اگر کتتون کوتاه بود پنس بیارید تا پایین و حالت ماهیچه‌ای قرارش بدید. پنس حلقم از اینجا بود، از زیر بغل 8، 10، 12 بستگی داره به هیکل حلقه. 1 سانت سمت راست، 1 سانت سمت چپ. اینم پنس حلقه بود که به صورت ماهیچه‌ای بازم دوختش میکنیم که بازم بلندای پنس 8، 10، 12 نسبت به عرضش میشه.